افسانه‌ای روباه و پلنگ از افسانه‌های خلق تاجیک. بود نبود یک روباه بود. وی یک روز در جستجوی خوراک و بیشه در آمده رفته ایستاده بود که از پیشش پلنگ برآمد. روباهی بیچاره قریب بود که از ترس دلکف شود. علاجی گذشتن نبود. چه کار کردنش را ندانسته به بالوی یک سنگ کلان برآمد و گریه سر کرد. ای روباه، برای چی گریه میکنی؟ من شما را دیدم و پدرتان به خاطرم آمد. رحمتی جایشان جنت شود. همین قدر دلیر و چابک و چالاک بودند که از جریها چشم پوشیده می جهیدند. از کوههای بلند می پریدند. از دریاهای چقور می گذشتند. صد افسوس که سالهای آخر تماشای کارنمایی های این خیل بهادران و من میسر نمی شود. گریه من برای آن همین است. پلنگ این گپ را شنید و با غرور سر برداشت و در پیش روباه هیچ از پدر کمی نداشتنی خود را نمایش دادنی شده عقیب رفته تا زان پیش آمد و جهید و رفته به قعر جری زد. روباه به تگ جری نگاه کرده پیشخند زده گفت: بله، من می دانستم که بین شما و پدرتان فرق کلان است. هر فرزند مثل پدر نمی شود. افسانه به آخر رسید.